میدونی چرا گاهی به آدم‌هایی میچسبیم که اصلاً برامون مناسب نیستن؟ نه به خاطر رفتارهای بدشون. دلیل اصلی اینه که اونا یک نیاز عمیق روانی ما رو فعال میکنن. نیاز به امنیت، دیده شدن یا وابستگی. این نیازها معمولاً از جایی میان که در تجربه‌های اولیه‌مون، مخصوصاً خانواده، برآورده نشدن. برای همین وقتی یک نفر حتی با یک رفتار ساده اون فقدان قدیمی رو لمس میکنه، ذهن ما تصور میکنه فقط همینه که میتونه این جای خالی رو پر کنه. اینجاست که خطر شروع میشه. حتی اگر اون فرد دروغگو، بی‌ثبات یا غیر قابل اعتماد باشه، مغز ما نیاز برآورده نشده رو اولویت میده و خط قرمزها رو نادیده میگیره. وقتی میخوای از چنین رابطه‌ای جدا بشی، بدنت دچار شوک عاطفی میشه. نه چون اون آدم ارزشمند بوده، بلکه چون فکر میکنی دیگه کسی پیدا نمیشه که اون نیاز سرکوب شده رو فعال کنه. اما حقیقتش اینه، اون حس یک نیاز درمان نشده بوده، نه نشونه خاص بودن اون آدم. حالا میتونی بفهمی چرا بعضی‌ها فقط با یک رفتار کوچیک بی دلیل برات جذاب میشن.